خب سلام دوستان، چطورید؟ میریم یه بخشی از فوتپرینت رو یه چکی میکنیم، یه نگاهی میکنیم، ببینیم که از قضا چه اتفاقی در چارت میفته و مسیر چارت عوض میشه. موضوعی که اینجا میبینید در مورد فوتپرینت که صحبت کرده بودیم، عددها رو که داخل خود کندل اتفاق میفته. شما دقیقاً اگه بخوایم با شما بگیم که اینجا رو بذار بهتون نشون بدم، دلیل و نقطه برای حرکت قیمت، فروش، انتظار، ببینیم که چه اتفاقی میفته. گزینه 1 2 فروش زیاد، 3 فروش خرید، حجم رفت سمت بالا. خب اینی بس این نقطه، این فروش باعث حرکت شد، این فروش باعث حرکت قیمت نشد، اینم باعث حرکت قیمت نشد. با اینکه این فروش اومد، مارکت به مسیر خودش ادامه داد، دوباره فروش بعدی ادامه و ریجکت شد. توی چون نگاه کنین این عدد فروش ما و میبینین که مارکت این کندل روی این فروشه. باید این اتفاق بیفته. شما هر کدوم از این لوها رو که دارین، زیرش فروش، مارکت فروش زیرش ریجکت، بالا حجما دیگه پایین نمیان، میان به سمت بالا. خب الان بهترین نقطه است که ما خریدار ببینیم و ورود کنیم. خب به این فروش توجه کنید. بعد از که داخلش اومد خرید، عدد بعدی کار حمایت مقاومت رو انجام داد و دیگه مارکت از اون فروش نتونست پایین تر بیاد. ما فروشی رو میخوایم که برای ما معنا پیدا کنه، وگرنه هر جا فروش بیاد ما بخوایم خرید کنیم یا فروش بزنیم، نه. الان همین به همین صورت فروش شده، زیرش تستش ما اینجا شورتیم، دوباره بعدی فروش شد، وای میستیم، زیر فروش شد، داخل اومد خرید شد، بس مارکت جهت عوض میکنه. میبینین که بعد از اون اتفاق تا کجا رفت. میبینین؟ بریم یه قسمت کلن صفر داریم میبینین و یه قسمت کلن فروش. این میتونه خریداری که در اینجا اومدن پوزیشن رو یا یهو بستن یا استاپ اینا خورده باشه که دیگه اصلا فرصت نمیکنه اونور خرید انجام بشه. خوب به این قسمت نگاه کنین. کجا نظر ما رو جلب گفتیم میکنه؟ فروش، خرید، اوکی، بس این میشه زونم، برگشت، خرید، حرکت. میریم بس هر جای مارکت ورود نمی کنیم. همین فروشی که میتونیم ببینیم و بای بزنیم، همین فروش رو میتونیم ببینیم و شورت کنیم. در اینجا ببینیم مارکت فروش اومد زیرش، حجم اومد، خب بس تستش شورت، دوباره حجم بالا و چه اتفاق افتاد؟ بستن پوزیشن. بس چیکار میکنیم؟ کجا رو؟ مارکت میخواد شورت بشه و حجم به سمت پایین داره میاد، بس های جایی که حجم نیاد میشه نقطه‌ای که ما بخوایم شورت کنیم. کدوم نقطه؟
مارکت A B از اینجا حرکت نتونست، حجمی که ریجکت شده به سمت پایین حرکت. باید بتونین حجم ها رو درست بخونید. میریم دوباره پس نگاه کنید که ما هر جای مارکت ورود نمی کنیم. الان نگاه کنید نقطه بعدی حجم اومد دلتا منفی، کندل سبز، حجم ها ریجکت شد به سمت بالا. بس این میشه نقطه ای که نگاه کنین خرید، ورود، استاپ پایین. دوباره خب ولی نوع گفتیم لوکیشن ستاپ ایناش مهم هستش. خب نگاه کنین حجم در کجا اومد، داخل پوزیشنشون رو بستن. دوباره خرید، نقطه خرید، بای، استاپ پایین. این محوطه بالاش نگاه کنین خرید، استاپ پایین. اسکالپرا علاوه حجمی اینجوری معامله میکنن. حالا من این سریش رو عوض کردم، من اینجوری استفاده نمی کنم. خب اینجا کجا مهم میشه؟ گفتیم بعد از کندلی که جهت عوض کنه برای مثال بالا ما یک چی میخوایم؟ یک رنج کوچیکی میخوایم دیگه. لوترین نقطه کجاست؟ جایی که پوزیشن های سلر ها بسته شده. کجا بسته شده پوزیشن سلر ها؟ اینجا. کجا نقطه رو به ما داد که جهت عوض شد؟ حجم بالاتر اومد. نگاه کنین فروش کرد، جهت عوض شد، فروش، که این قسمت خریدار شدن. این چه خریداریه؟ چه خریداریه؟ اینها همین سلرها هستن. پوزیشن این حجمی یهو اومد پوزیشن شورت خودش رو بست و خریدار شد. پس اینجا بزرگا اومدن. ورود، استاپ پایین، اولی نقطه این بالا. دوباره میریم به به نگاه کنین. حالا دوباره یعنی چجوری میتونی مارکت رو تو ثانیه بخونی که داره به چه سمتی میره، حجما دارن چیکار میکنن. فروش زیرش نگاه کنین. حالا تستش ببینین پایین شورت. دوباره دیدین فروش اومد. خب اینجا رو که شورت کردیم بستید چون این فروش باعث ریجکت شده. بعد از اون نگاه کنین خرید شده. اوکی الان این فروشه برای شما از اینجا میبینین که کنده جهت عوض کرده. خرید اینجا خرید. خب الان حواستون به این باشه این زد این بالاش بس میتونین از بالا بعد از تست این نقطه ورود استاپ پایین. میبینین دوباره به همین صورت. خب اینا که همه رو سلرها رو استاپ کردن اینا خریدار نیستن. خریداری که استاپ سلرها رو زده. خرید فروش باید بدونین که طرف استاپش خورده یا کلوز کرده. فروشنده کلوز کرده. اینکه بدونین که طرف کلوز کرده یا
بای مارکتش کرده یا استاپ خورده. اینو باید بدونین، وگرنه با هر کدوم از اون خریدها یا فروشها شما نمیتونین معامله کنین عزیزان دل. خب خرید، فروش، استاپ. اینجا من بایر نیستم. خب میبینین دوباره استاپ پایین میاد. این توی های باید اتفاق بیفته، توی لو نگاه حجم کجا اومده؟ این قسمت. بس زیرش اوپن میاد تست ریزش. اینجوری میدونه که کجا اتفاق افتاده. اینجا هم که پوزیشن بایرها بسته شده. نگاه کنین. بعد از این ببینین بهتون برگشتیم چی گفتیم. شما هر کندلی که اونجوری به شما میده شما میتونین به دیدگاه بای باشین. الان مثال این کندلی که داده، بعد از اون باید شروع کنه رنج زدن که من بخوام بای بگیرم. الان یک کندل اینجوری داده، برعکسش اینجوری داده. حالا پایین نگه دارن شورت. وقتی شما میخوای یه بای بگیری در برگشتتون نباید یه همچی کندلی بده بهتون که میخوای بای بگیری. الان فکر کن که اینجا زده ریجکت شده، تو میخوای بای بگیری، منتظر که برگرده اینجا درجا ببینی که بگیری اون بای رو. ولی برگشتش نباید اینجوری باشه. این پرایس اکسپت نمیشه، اینجوری میکنن. و پرایس وقتی بالاش اکسپت نشه من میخوام بای بگیرم که چه اتفاقی بیفته. برای مثال تو این نقطه الان اینجا خرید، این هایو زده، بالاش خرید، اوکی. الان واسه این لوه برای من مهم میشه، پس باید بزنه جهت عوض کنه. زد، فروش، جهت عوض کرد، خرید، یا بالاش هم حجم اومد، میتونیم خرید، استاپ پایین. اگه بالای این حجم بیاد چه اتفاق میفته؟ در یک سقف اگه ولوم اکومولاسیون بشه چه اتفاق میفته؟ وقتی ولوم اکومولاسیون بشه یعنی فشرده سازی شه، حجم اومده، علاقه قیمت به سمت بالاست که بریکوت اینجا اتفاق میفته. این از اون بریکوتاییه که پول بک نداریم ما. نگاه کنین بالا حجم اومد، شما همون رو در یک روز فکر کنین که این یک سقف روزیه، بالاش ولوم اومده. شما الان ولی در 5 دقیقه چی میبینی؟ در 5 دقیقه فکر کن که این یه سقف روزه، اینجا بالاش اومده، ولوم اومده، خرید، حرکت. بعد از این شما اون ولوم رو میخواین که میاد یا نمیاد. اگه این ریجکت رو بده ولوم نیاد، خب نمیتونیم اون رو بگیریم. این باید در نقطه باشه. ولوم در سمت پایین، بالا اکسپت نشد، پس های بالای این برای چی باید باشه؟ ما به دنبال شورت باشیم دیگه. ببینین اومد تست کرد، اومد به سمت پایین. خوب نگاه کنین، حجم اومد، جهت گرفت، بالا خرید اومد، حرکت ABC. خب اینجا حجم اومد پایین، حجم اومد، بس های بالای اینجا میشه چی؟ شورت. تا کجا؟ تا پایین. نگاه کن حجم اومد، یا رنج رو داریم پیدا میکنیم. حجم اومد بالا، تست اکسپت نشد، اومد پایین سمت بالا، دوباره زد، جهت عوض کرد. ببینیم حجم کجا میاد. بالای این حجم اینجا اومد، پس ورود، استاپ پایین. یعنی اسکپ میتونین اینجوری مارکت رو ببینید. حالا این تایم پایین هستش، ولی همین کندل 5 رو بکن 15 30 1 ساعته، 1 روزه، 4 ساعته،
پوینت های بیشتری بهت میده. این به همون اندازه حجم میاد که همون پوینت همون تایم فریم رو به تو میده. حالا حساب کن که بخواد یک پوینت بالاتر باشه، یه تایم فریم بالاتر باشه. مرسی، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.